محصول به خدا لعنتتون کنه. آقا سلام علیکم، چطوری؟ من اومدم با یه آنباکس جذاب از دیجی کالا. بزن که بریم با هم دیگه آنباکسش کنیم که خیلی وقت منتظر این بستم. توی که من خیلی عادت ندارم مام تو دست و پام باشه، من جمعشو میکنم. واقعا رو مخم چجوری میتونیم محبه همش آویزون باشه این طرف اون طرف. خب آها حالا شد، بریم که با هم دیگه آنباکسش کنیم. چیزایی که لازم داشتم سفارش دادم. اولین چیزی که با هم دیگه آنباکسش میکنیم یه دونه کاتر سفارش دادم که از این بعد آنباکس میکنم با هم دیگه با این آنباکسش کنیم. کاتر مدل مینی هویجه که خیلی خوشگل و جذاب بود. من قیمت ها رو براتون میذارم. با این بازش کنم. وای خیلی کیوته، خیلی خوشگله. بذارین من الان بازش کنم که بقیه رو با این باز کنم. ذوق دارم. خدا خیلی خوشگله. به نظرم کیفیتش خوبه و خیلی هم خوشگله. دقیقا مثل عکسشه. به هزله بقیه رو بریم باز کنیم. محصول بعدی که من سفارش دادم ژل لیفت ابرو جین اشلی مدل ایکس 546. اینم خیلی واو، کیفیت این عالیه. شنیده بودم خیلی خوبه، من تا حالا استفاده نداشتم. با هم دیگه تستش کنیم. راحت‌تر انتخابش کردم و رنگ مشکی رو انتخاب کردم و از اونجایی که مطمئن بودم همسرم میگه منم میخوام، من 2 تا سفارش دادم و این نگه دارنده عطره که از اینجا مثل کپسولای گاز هست که باش پر میکنی، اینجور نگه میداری پر میشه. اینجا نشون میده که چقدره و به این صورت اسپری میشه. به نظرم خیلی کاربردیه، مخصوصا برای الان که تابستونه خیلی کاربردیه. محصول بعدی یه دونه تل موی زنانه مدل مجلسی سفید. واو خیلی خوشگله. ما اتفاقا چند وقت دیگه مراسم داریم، عقد دختر داییمه. اینطوری میتونم بذارم روی موهام 10 از 10. خیلی خوشگله، دوستش دارم. محصول بعدی 3 تا دونه از این براشای یعنی قلمای ماسکه. من رنگ کالباسیشو برداشتم که البته توی رنگ‌های مختلف قیمتش یه کوچولو متفاوت بود که من این رنگو
رنگو برداشتم. البته فکر کنم لحظه آخر من رنگشو عوض کردم، نمیدونم در یادم نیست، حالا بعدا نگاه میکنم. متفاوت بود که من این رنگو برداشتم. البته فکر کنم لحظه آخر من رنگشو عوض کردم، نمیدونم در یادم نیست، حالا بعدا نگاه میکنم که 3 تا دونه است. من اینو خیلی دوستش دارم. بذاریم یه دونه‌شو باز کنم. میکنم 3 تا دونه‌ش 38 تومن یا 33 تومن اینا بود. خوبه، بد نیست. اگه بخوام نمره بدم از 10 6 میدم. نظرم بسش. محصول بعدی چیه؟ یه دونه پیلینگ صورت مدل BH. بعدی چیه؟ یه دونه پیلینگ صورت مدل BHR01 نقره‌ای. من خیلی از این جوشای زیر پوستی میزنم، مخصوصا یه بینی که به نظرم خیلی کاربرد داره برام. نمیشه اینجوری. خب داخل این تهشه، اینم سرشه که نمیشه. چرا اینو نمیتونم ازش بگم، ولی خیلی خوبه. نوکش مشخصه که تیزه و خوبه دیگه. محصول بعدی ای وای، 2 تا برای من فرستادم. من گفتم من انگار آبی سفارش دادم لحظه آخر. من 6 تا قرار ماسک میخوام. چی کار الان؟ ای وای خدایا، من گفتم لحظه آخر عوضش کردم. نگو 2 تا بودم. خیال میدم بخوارم. محصول بعدی یه دونه کتاب پارچه‌ای واسه دخترم سفارش دادم، چون که میگن تو این سن خیلی خوبه که بچه ها با این کتاب آشنا بشن. و میدونم خیلی علاقه داره به چیزای رنگی، خیلی واکنش نشون میده. به نظرم که خوشش به این. ولی خیلی تعریف کرده بودن، گفته بودن که هم شکلای متنوعی داره، هم شعر داره که بچه ها خوششون میاد و جذابه دیگه. از این هم داره. اینا نمیدونم خوب تازه. محصول بعدی که من گرفتم یه دونه عطر جیبی زنونه گرفتم، مدل کازاموراتیه که 16 میله و قیمتش خیلی خوب بود. و اینکه من خیلی تعریف شنیدم ازش و گفتن که خیلی بوش خوبه. بذار بازش کنم ببینم چطوره. واو آقا خیلی بوش خوبه. یه بوی شیرین خوبی داره. خیلی بوش دوست داشتم. 10 از 10. حتما اینو شارژش میکنم سری بعد. یکی اینو خیلی تعریف شنیده بودم که گرفتم، یکی هم عطر همین مدل 212. سری بعد اگه خواستم سفارش بدم اونم سفارش میدم. هرچی میگذره بوش خیلی بهتر میشه. اینم برای تابستون خیلی اوکیه. اگه بوی شیرین دوست دارین این خیلی چیز خوبیه. 10 از 10. محصول بعدی اصلا نگم براتون چقدر دوستش دارم. خیلی خوشگله. انقدر من واسه این ذوق دارم، یعنی پیداش کردم، کیف کردم که نگم اصلا براتون.
از این کتابچه هایی که برای دیزاین هستن. واسه ببینم میشه جعبه دکوری مدل کتابه، یعنی دکوراتیون که اینم چیز خوب بود، آف برده بود فکر میکنم. قیمتش هم بد نیست. این طرفش با کاتر برش کرد. من مهم این طرفش برش داشتم. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. ای بابا کیفیتش هم که به نظرم خوبه دیگه، به نظرم چیز خوبیه. اینم داخلش که بتونی چیز میز بذاره، ولی کوچولی طرفش کثیفه، اشکالی نداره. این طرفش که دوست دارم خوبه. این از این. و چیزی که من گرفتم باش ست کنم الان بهتون نشون میدم. محصول بعدی که من گرفتم اینجاست. محصول بعدی که گرفتم به تنهای قیمتش از همه اینا هم بیشتر شد. اینجا انشاءالله که همونی باشه که میخواستم. خیلی بوش خوبه. محصول بعد خدا لعنتتون کنه. خیلی زشته. من این رنگ سفید سفارش، این چیه؟ خدا مرگتون بده، خدا لعنتتون کنه. این چیه آخه؟ صفر. اصلا خود محصول بعدی لبخند تو سرمایه منه. خوش. محصول بعدی همین گلدونه. یه دونه گلدونه که خیلی افتضاح کار شده. اگه بخوام نمره بدم بهش از 10 4 میدم بهش، چون واقعا خود تو ذوقم. خیلی بد کار شده. و این دستم گچی شد. و این ست همون گلدون است. دوستش ندارم، یعنی حیف اون پولی که دادم واسه این. آخرین چیزی که من سفارش دادم اینه. برچسب کابینته که اصلا اون طرحی نیست که من انتخاب کرده بودم. من طرح آجر زده بودم. این چه ربطی به آجر داره؟ اینم کیفیتشم جالب نیست و من از 10 3 میدم بهش. اصلا دوستش نداشتم، اما خب در کل از خریدم راضی بودم. و اینکه شاید یکی دو تا از خوب بودن، اما بقیه دوست داشتم. نظرتون چیه؟ نظرتون رو برام کامنت کنین، بگین که سری بعد چی سفارش بدم که با هم دیگه آنباکس کنیم. دوستتون دارم خیلی زیاد. خداحافظ.